سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینانی که ما را در شبکه فیسبوک و یوتیوب پیگیری میکنند. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و امروز بگیم که رسمی را دیدیم، متاسفانه به نهایت رسم غم‌انگیز و دهشت بود که امروز یک مهاجر تاجیک در یک مصیبت بد دیدیم و نفرهایی که امروز دعوا میکنید که شما سالهای 90 را فراموش کردید یا که شکرانه نمیکنید و پس بیاید نظر به آن صورت بکنید و فکر نظرهای خود بگید. و امروز از سالهایی که 90 میگه، از سالهای 90 این ملت تاجیک، این مردم تاجیکستانی را بدتر و بدتر کرده ایستند. ببینید که امروز میلیون ها مردم تاجیکستانی را مهاجرت کردید، در بدر کردید. امروز حقوق های اینها رعایت نمی شوند. باز بالای این مهاجرای بیچاره که یعنی بودجه که جمهوری تاجیکستان و همین ها هستند که چکار کرده ایستان قطعیده ایستادن و ببینید که باز هم یک مصیبتی دهشت آور بالای این مهاجرای بیچاره آورده. و دیگر من نمیخواستم که دیگر سخن کنم، چون که اینم اگر که این قضیه تا حال روشن نیست، ما نمیدونیم که این فرق ندارد کدام ملت باشد. عموما این یک دهشت است وقت یک نفری که اگر که ننگ ناموس حیثیت ملی داشته باشد، یک ذره که بگیم که ایمانش بگیم که قرار نمیکنه. پس امروز اون نفر خیلی که کردن، پس فرد مطمئن باشید که شما هم در قطار همون نفر چکار میکنید، همون کاری که با او کردگی بدن و شما را ببینید که شما را در آینده همین کار میکنه. ببینید که یک چند ماه پیش بگیم که یک چند نفر بگیم که شمهاشون را دراندن و روی نوار نشان دادن و امروز چکار کردن؟ امروز یک چور گرفتن در قفای همون بگیم زدن و امروز رسم گرفته رسانوی میکنن. و ببینید هموطنای عزیز که از همه کار از همون کوچکترین سر می شود. امروز شما رو بگیم که چی کردن؟ شمات ما بدر کن، فرد رو چوت می زنن، فرد رو با خدای نخواسته با چی کاری کنن، ایش خدا خودش می دونن. و این از خاموشی ما و شما و بی‌طرفی ما و شما که طلب نمی کنیم و یکون فکر نظر خود اقلا نسبتی همین کارهای دهشت آور، مثال بگیم که مراجعت باشد یا خطاب باشد که با حکومتدارا و کنسولوی بگیم که چی در فدراسیون روسیه در کدام منطقه که باشن بگیم که مراجعت کنن، ببینن که این هموطن چکار کرده ایستان با چه مصیبت ها یا نباشد. وگرنه پس فرد رو ببینه که شاید فرد رو این کار در سر من بیاد یا فرد رو در سر یک کسی دیگر بیاد، ایرانی ما گفته نمیکنیم، چون که این علاقه بگیم که یک مریض یا یک وبایی شد که علاقه بالای سر ما آهسته بگیم که هجوم کردن میکنیم. تمام این مشکلی فقط یک راه حل دارد که همه ما و شما چکار میکنیم؟ میخیزیم از حق و حقوق خود دفاع میکنیم و از حکومت طلب میکنیم که اگر صاحبی کده بتونه در بگیم که خارج کشور مرحمت صاحبی میکنیم، نمیکنیم پس به استعفا بریم و همه برمیگردیم با وطن. ما خود یک فیری آباد کردن، یک فیری وطن میکنیم و باقی در امان خدا باشید. در وقت ایجاد شما را نمیگیرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.